حسین، محمد، حسن بندلوره. ستاشون هم ختنه میکردن. نگو اینا رو سر دودولاشونه قدیما میزدن تو یکی میچسبوندن اون بالا، اونایی که ختنه میکردن. خدا بیامرزه بابای چی خانوم تمیسه، پوست دودولو آویزون میکردن. آره روحش شاد بشه، زدی و داره روحش شاد بشه. اون وقت اون چسبونده بود. خلاصه من سر پلکون بودم دیگه، اون قشنگ قلمبه زده بودن اینقدر بود سیاه. خلاصه برداشتمونی و از میخ کشیدم، برداشتم و گذاشتم دهنه. چنونم میجویدم که چی بگی. اونا رو که میزدم گفت مامان مادرم گفت خدا بیامرز گفت مامان چیه داری میجوی؟ گفتم تو سقزایی من زدی اینجا. گفت خواهد تو گورت کنم، اون دود محمد حسین سر دودشونه، اون برداشت که خوردی. خلاصه ایست دیگه اومدم پایین دهن ما آب کشیدم و خلاصه ایست دیگه بابا بخواد بودم بابا شده دوستش خلاصه شورم بود یه ذره شور بود. من گفتم من سخته شورم بود. خلاصه ایش دیگه همینجوری میجویدم که مثلا نرم بشه. به من خیال اونجا مونده که سفت بشه. گفتم نرم میشه یه دقیقه دیگه. حالا یه دقیقه دیگه مامان من این سقزم چرا نرم مامان این خورده نیستم شد. گفت دوله حاجی محمد با حسین نبرداشتی اینا رو میخوری. خدا